همون روزهای اول و دوم و سوم جنگ پیام میدادند، واسطه میفرستادند که بیایید مذاکره کنید تا ما جنگ رو تمام کنیم. توییت میزدن تسلیم بدون قید و شرط. خواستشون از مردم ایران این بود دیگه. رئیس جمهور آمریکا یک پیامی داد در توییت، 2 کلمه: تسلیم بدون قید و شرط. این چاره شماست، زودتر تسلیم بشید تا جنگ تمام بشه. و ما با درایت مقام معظم رهبری مقاومت رو انتخاب کردیم، شهادت رو انتخاب کردیم و کار به جای رسید که در روز 12 جنگ آمریکایی ها پیغام دادن، به خود من پیغام دادن که رژیم صهیونیستی، به تعبیر اونها اسرائیل، از ساعت 4 صبح متوقف میشه، لطفاً شما هم متوقف میشه. تسلیم بدون قید و شرط در عرض 10 روز رسید به آتش‌بس بدون قید و شرط. در اثر چی؟ در اثر مقاومت، در اثر ایستادگی. و این مرام ملت ایران خواهد بود. مشکلات، مصائب زیاد هست، فشارهای اقتصادی زیاد هست و به نظر من وقتی دشمنان فهمیدند که مردم ایران محکم ایستادند، الان معیشت مردم را هدف قرار گرفتن. میخوان به لحاظ اقتصادی چیزی رو که در جنگ نتونستن بهش برسن، الان از جهت اقتصادی بهش برسن. من منکر کمبودها، منکر اشتباهات، بعضا مدیریت‌های غلط، بعضا آدم‌های ناباب اینها نیستم ها. اونها هم به جای خودش باید هم رسیدگی بشه. دولت هم با تمام وجود داره تلاش میکنه که اصلاحات لازم رو به عمل بیاره، قوانین لازم رو یا تصویب بکنه یا تغییر بده، افراد شایسته رو به کار بگیره. شب و روز داره دولت زحمت میکشه، این به جای خودش. ولی بدانیم که در کنار اینها دشمنان ما الان از حمله نظامی که ناامید شدن، در اصل یک جنگ اقتصادی رو در پیش گرفتن و ما باید در این جنگ هم مقاومت بکنیم و میکنیم به فضل الهی.